خدایی که خود را معرفی می کند الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خدایی که خود را معرفی می کند هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بله به این الله عظیم و بزرگ تکیه و توکل داشته باشیم، اعتماد قلبی داشته باشیم، به پول و مادیات دنیای ما تکیه نداشته باشیم، به قوم و نسب ما تکیه نداشته باشیم، به جاه و قدرت ما تکیه نداشته باشیم، به اسباب و امکانات دنیوی ما تکیه نداشته باشیم، به صلاح و موترهای زره ما تکیه نداشته باشیم. بله پناهگاه حقیقی ما فقط الله جل جلاله است. اگر الله حفاظت بکند آتش نمیتواند بسوزاند، مرمی نمیتواند بکشد، بله سیل نمیتواند غرق بکند. اگر الله حفاظت نکند هیچ چیزی نمیتواند جلوی تقدیر الله جل جلاله را بگیرد. درس توکل بزرگترین درس قرآنی برای پیروان و رهروان اسلام قرآن هست. امیدواریم که رب العزت و الجلال توفیق عمل و بیداری کامل و در مسیر دین و عبادت و نیکی ها و خوبی ها ثبات و استقامت و پایداری نصیب همه ما شما و همه مسلمان ها عنایت بفرماید و در فرجام همه ما شما را در پرتو ایمان کامل خاتمه بخیر بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.